این نیز قرآنی با برکت است که نازل کرده ایم، پس از آن تبعیت کنید و حرمت نگاه دارید، امید آنکه مورد رحمت قرار گیرید، تا نگویید فقط بر 2 طایفه پیش از ما، یهود و مسیحیان کتاب نازل شده است و ما هم نسبت به بحث و بررسی آنها ناآگاه بودیم. و یا نگویید اگر بر ما نیز کتاب نازل می شد قطعاً مشتاق‌تر از آنها در راه هدایت بودیم. اکنون دلیل آشکاری از سوی خداوند بر شما آمده است، کتابی که هدایت و رحمت است. پس چه کسی ظالمتر از کسی است که آیات خدا را تکذیب کند و از آن روی برگرداند؟ به زودی کسانی را که از آیات ما روی گرداندند مجازات شدیدی خواهیم کرد، زیرا آنها بدون دلیل روی گردان شدند.